کارمندان میلیسه ولایت بادکند قرقیزستان در حدود دهه جشدق ولایت بادکند در راه اساسی که از مرز با تاجیکستان میگذرد شهروند تاجیکستان را هنگام انتقال و فروش مقدار بزرگ مواد مخدر دستگیر کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان هنگام کوفت و کوف از شهروند چند بسته اسکوچپیچ شبیه حشیش یافت و گرفته شد. تشخیص نشان داد که در این بسته ها 9 کیلو و 521 گرم حشیش که با نام چرس افغانی معروف است بوده است. شهروند تاجیکستان حالا در تحقیقگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه لیلق قرار دارد. نسبت به وی بر اساس ماده 267 کودکس جنایتی قرقیزستان با اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر تفتیشات ادامه دارد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد. در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است.